مجلس‌های شادمانی علل خصوص برای ملت به حساب روستانشین و کرمانجن عزیز. خدایا تو را به اسمت زهرا، تو را به پهلوی شکسته فاطمه، تو را به دندون شکسته پیغمبر قسمت میدم. هر جوانی هر مرادی در دل داره، خدایا به زود تمام جوونا رو مراد و مطلبشان رو برآورده کن تا همیشه باشه از این مجلس‌های شادی. خدایا تو را به فرق شکافته علی قسم میدم. در هیچ عصر زمانی، در هیچ طایفه‌ای، در هیچ، حالا مرگ دست خداست، اما نصیب قسمت هیچ بنده محمد و مجلس‌های بی‌دماغی نکنه. انشالله همیشه مجلس‌های شادمانی باشه. بنده یکی نیم ساعت در خدمت عزیزان خودم و سروران گرامی و دوست عزیزم و همچنین همکارم و دوستم، برادرم، فرزندم، حالا درسته بزرگترم، آقای علیرضایی و آقای محمد آغلی که زحمت کشیدن، واقعا دستشون درد نکنه به نحو احسن. از دیشب رو سنگ تمام گذاشتن. احسن. ببین هنرمند اینه. اگه خواست از زیر کار در بره هنرمند نیست، اما به خلوص نیت اون چی که در حساب دل داشتن و اون چی که به حساب در اخلاص داشتن خدمت عزیزان و مهمانان عزیز، مخصوصا شادوماد عزیزمون، به افتخار دو گل و سرسبد، به افتخار عزیزمون و داماد عزیزمون که خدایا پروردگارا تو رو به اسمت زهرا قسم میدم مجلسش رو برآورده کن. خدا انشالله بعد از این مجلس هم باز یک دو تا فرزند بده، باز ختم نسوری کنه، باز انشالله به زودی زود باز انشالله به مجلس دیگر تشریف بیاریم و همچنین من و دیگر عزیزان به افتخار خودتون و عزیزان من یک دست مرتب. چند تا شعر از بی‌وفای دنیا که در کتاب فضولی نوشته که اینا را از زبان مرحوم زنده یاد همراه گل‌افروز خدمت عزیزان خودم که دنیا کی بوده و کیا آمدن و کیا از دنیا رفتن. میگه اون خشتی که در دم کنگره ایوان است، یا دست وزیری یا سر سلطان است. عزیزان من، دنیا به کسی وفا نکرد که به من و تو وفا کنه. مثل کاروانسرای یکی بار مزاره یکی بار میکنه، مثل اینه که مهمان میمانه. من مهمانم، امروز اگه تا غروب اینجا باشم غروب باید سفر کنم و هجرت کنم و مهاجرت کنم به شهر خودم. انسانم در این دنیا مثل مهمانی میمانه. پس بیاین این چند روز دنیا را دست به دست یکدیگر بدیم، همدیگر رو بغل کنیم و علی قسم دنیا وفا نداره. مرحوم سلطان رضا شعری گفت، یعنی در کتاب من نوشت، من خدمت عزیزان خودم عرض میکنم. ببین چقدر شعر باربند نوشته. چی میگه؟ میگه این دست من از خاک است چون خاک شود روزی. این دست من از این وجود ما از خاک آقایون روزی میشه که به حساب خاک شود، پامال کنن زیر پای اسبا، زیر پای گوسفند، زیر پای انسان بیاد میشه خاک. این دست من از خاک است چون خاک شود روزی. این خط من از چوب است چون پاک شود روزی. هر کس که مرا داند این خط مرا خواند، هر کس که مرا داند این خط مرا خواند. شاید که کند یادم غمناک شود روزی. خانه علیا خانه ولی گله دنیا، خانه علیا خانه ولی گل که جهانی رهبریاره دنیا هشکمه بفا سولمز ای مونیگ اصل دریا قاشتر غالم ای دنیا
قنبر خانه مولام علی دلدل سوار ای خان قنبر که جهانی برابر دنیا هیچ کمه وفاس olmaz oğullar Aymunun asliden yokuştu دنیا خانه آقام عباس خانه اکبر که جهانی برابر دنیا عشقم وفاس olmaz دنیا عشقم وفاس olmaz ای دنیای بی وفا شاهزاده قاسم خان اصغر دنیا که جهانی برابر دنیا عشقم وفاس olmaz دنیا عشقم وفاس سلامتی رو میخوام عزیز من فقط سلامتی و سایت لازم دارم اول فصل دایم سنه
قدرنه ای بلا نسبت اشرگم میدان یارا های با دیگر میخوام خدمت عزیزان بنوازم و بخونم از کتاب شهزاده کرم پسر سلطان ضیاءشاه تبریزی به اسم هرای. هرای به معنای این که به حساب داد بیداد گریه. ببین مثلا کسی رو میخوای صدا بزنی با ناله و زاری میگم ور کووی مرزا هرای کرد یا هرای دکن بانه خواده دکن. زمانی که شهزاده کرم اصل خانم عروس کرد آورد در هجله به حساب عروس گذاشت. مادر اصل خانم کاری کرده بود که اگر خواسته باشه کرم دست اصل خانم بزنه به مثل آتش مثل توپی آتش بگیره. کرم خبر نداشت. اصل خانمم از این سر مادر با خبر بردن در هجله. پسر میگه شب زفاف کمتر ز تخت سلطان نیست به شرط اون که پدر پسر را کند داماد. آقا کمتر ز تخت سلطان نیست. شبه که به حساب به هجله میری پا به هجله عروس میذاری. سلطنت یعنی چیه؟ عین این ممونه که چی؟ پادشاهی تاج به سر گذاشتن رفتی سر تخت بشینی. گفت کرم جان گفت جانگاه مدانی چیه؟ گفت نخیر. گفت جلو نی آتش میگیری. گفت جلو نیا. گفت برای چی؟ گفت برای که مادرم کاری کرده که اگر دستت به بدن من بخونه 40 تا دکمه کرده بود تمام سر و جادو آتش میگیری. گفت اصل جان گفت جان. گفت 7 سال پشت سرت به ایران و سیلان گشتم تا زمان پیدا کردم 33 تا دندون از دهن من کشیده شد به خاطر چشمهای نرک صفت تو. الان بعد از مدت 7 سال که به حساب 7 شبانه رو خونکار پادشاه برای من عروسی گرفته تایی و تماشا. امشب اگه من دست به دامن تو نشم پس معلومه این جان برای من خیلی ارزش داره. آقا تا این را رفت 3 ماه در رو زیر برف موند. کی بود؟ به خاطر چه؟ به خاطر هر آن کس عاشق است از جن نترسد. هر آن کس عاشق است از جن نترسد که مرد از کنده و زنجیر نترسد. او کسی که عاشقه اگه برادر به حساب معشوقش بیاد بگه سر تدبر رو بگه ها دیگه احتمالاً سر منو ببره به قبر مال بدریش صاحب. اینجوری نباشه. هر
آن که از عاشق است از جون نترسد، که مرد از کنده و زنجیر نترسد. دل عاشق به مثل گرگ گشنه، که گرگ از هیهوی چوپان نترسد. اگه گرگی بریزی تو گله 100 تا چوپان که هیچی، 500 تا چوپان اگه یک چوب بردارن. اما کسی که میخواد اینو از تو گوسفند دراره چیه؟ رقیب. دل عاشق به مثل گرگ گشنه، که گرگ از هیهوی چوپان نترسد. گفت کرم جان، گفت جانو، گفت خیلی عزیزی، خیلی مهربونی، خیلی مردی. آقا تا دست زد به دکمه ها رو که دکمه های به حساب این کتی که مادر اصل خانم براش دوخته بود دکمه ها رو باز کنه. در کتاب نوشته 40 بار این دکمه رو باز کرد، 40 بار دکمه ها خود به خود دکمه شد. 41می که از این دکمه ها پرید پنجه پاه کرم رو گرفت، مثل توپ آتش گرفت. اصل جان یا نرم، اصل یا نرم. اصل جان سوختم، گفت چاره ندارم. گفت آب. گفت از قبلا پیش بینی کرده بودم کوزه آبی در پستون گذاشتن، اینو مادر مره آب خالی میکنه، مواد سوختنی داخلش میریزه. ببین اینو برد چیکار کرد؟ ریخ روی کرم، به مثل توپی آتش گرفت. چنون سوخت که اصلا یه مش خاکستر شد. اینو دستمال جمع کرد برد پروی خمکار پادشاه سلطان وقت. ای پادشاه ارزیله، گو عرضم گوش کن. گو کرم چرا نعمده؟ اصل جان گو کرم. گو بله. دستمال سوخته ها رو باز کرد. گفت کرم اینه. گفت چی میگه؟ گو آنام بزه گر نیلده، شم کمین سوزانه. آنام ببین مادرم چیکار کرد. به مثل شمعی سوخت جلو چشم من تا زمانی که آب شد. منم داشتم نگاه میکردم، به سوخته های کرم داشتم گریه میکردم. شم کمین سوزانه ایلده، مثل شمعی سوخت. گفت قبلی عالم. گفت بله. گفت عرض من گوش کن. دیدم منت. گفت میخوام اینجا حرایی بگم، داد بزنم، دست به دامن خدا بندازم تا زمانی که خدا درد من رو از پدر و مادرم بگیره. گفت بدیدم منت. نشست روبرو اصل خانم، نشست روبروی خونکار پادشاه، دست داد بناگوش، گریبانش باز کرد، گریبان چاک ایله. ای پادشاه هر زیلیام، کرمیان دوا کرمیانیه، گریبان من شاکیلیام، کرمیان ده کرمیان با کرمیان دوا کرمیان جا. آنام به ذکر نگرده هرای شم که مسوزان ایلده جسمن برباد ایلده، جسمن برباد ایلده کرم یام دا کرم کرم یام دو چار کرم یان باقی.
شدم هی قرار دی من این وقت هرای تاران aldı taca taxtımı Kerem otları yaktım Kerem yandı vay Kerem yandı Kerem yandı vay Kerem yandı çıktı canım Bugün sen eyle divanım Bugün sen eyle divanım Kerem yandı Kerem yandı vay Kerem Hey bugün yola makrab öldü Aman vay Şu başıma ey belale sandı Nadan adam bana yardı Kerem yandı vay Kerem yandı vay Kerem yandı
کوچان جگی جگی حواله جگی جگی آخ جگی 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 آخ جگی جان جگی وای جگی 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 آخ جگی خراب شرط و بیلان ادام رسولم سنگ بیلانای شگی شگی کوامن شگی جگی حواله شگی جگی نفلتی جگی جگی مرکوتی جگی جگی آخ جگی جگی آخ جگی آلا نیدم سولا نیدم یار نیشه بدل هی خویل می من
امان امان جیگی جیگی سنم می امان امان سنم امان پری جانم سن قربان دبه ملارا خجلارا جابرش کچیک خوا کورا انداغله میدان لارا خجل جوان میگو پیدا ناکمل خجه جان علیل رده بانه خجلاره و چیز دومانه لاره و برف و باران لاره و میره نارانه لاره خجه جان از یارت سرخواه